میخوایی که لاغر شوی، صحتمند شوی و همین تکلیفایی که برات پیش آمده، مثلا مرض شکر، مرض کلسترول، فشار خون بالا یا هر مریضی که برات پیش شده، میخوای که از شر از خلاص شوی، میخوای که یک زندگی صحتمندانه داشته باشی، یک جسم پاک داشته باشی که از خالی از زهریات و خالی از امی مرضا باشه. پس من برات یک راه نشان میتم. بیا روزه بگی، روزه های 16 ساعته تا 18 ساعته که ای در پاکسازی وجودت کمک میکنه و تو در این رژیم و با یک رژیم غذایی خوب هم باید امروش بگیری که این رژیم باید چی چیزا رو بخوری، چی چیزا رو نخوری، از چی پرهیز کنی و این مدت یک ماه رو در بر میگیره. کم از کم 8 تا 10 کیلو وزن میبازی و از مریضی ها هم خلاص میشی که بسیار زیاد فایده ها داره. اگر میخوایی باید که شروع کنی و دایی همت محکم بانی. آیا کدام وقت درباره پاکسازی روحتان فکر کردین؟ این خوب بود پاکسازی جسمتان که جسمتان از زهریات و خوراکی های بد یا هر چیز پاک میکنین. آیا فکر کردین که ما روح ما رو چی رقم پاک کنیم؟ روح ما رو که بخوایم پاک کنیم این کدام طریقه داره؟ بله، این طریقی که دست پاک کاری جسمتان، یک رژیم غذایی خوب میگیرین، یک روزه های خوب میگیرین، عینش شما میتونین که در پاکسازی روحتان از عین رژیم شما استفاده کنین. مثلا خب بیاین که عین روزه را براتون بگویم که امو روزی که در اونجا میگیرین، امو پرهیزات را که در اونجا میکنین و امو غذایی را که در اونجا میخورین، شما عینش میتونین که برای پاکسازی روحتان عین رژیما را و عین روزه گرفتنا را شما سر خود آزمایش کنین. در رژیم پاکسازی بدنتان شما کوشش میکنین که زیاد سپورت کنین، مثلا پیاده روی کنین روز نیم ساعت، یا در خانه سپورت های دیگه کنین، یا که در جیم برین. به هر حالت میخواین که فعال باشین. در پاکسازی روحتان میتونین که نمازایتان زیاد کنین. نماز هم یک سپورت جسمی است. میتونین که نمازهای 5 وقتیتان اگر نمیخوانین یا که پورا نمیتونین بخوانین، اول سر از او کوشش کنین که او رو 5 وقت بسازین، بعد از او سر از او نمازهای نوافل زیاد بخوانین. هر وقت که بیکار موندین، دیدین که کارتون کم است، بخیزین 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، هر قدر که میتونین نماز نفل بخوانین و از همه از او کده بهتر و خوبتر نمازهای تهجد شروع کنین که نیمه شب بخیزین و با خدایتون راضی نیاز کنین. در رژیم پاکسازی بدنتان آب زیاد می نوشین، مایعات زیاد می خورین که تا که همون زهریات که در وجودتان است از وجودتان خارج شود. در رژیم پاکسازی روحتان اونم قدر روزمانی که شما آب می خورین، اونم قدر شما اگه تلاوت قرآن شریف کنین، زهریات مغزتان پاک میشه، زهریات روحتان پاک میشه. هر قدر که در وجودتان یگان زهریات باشه از نگاه گناهیا، همه کیش پاک میشه. شما از همه چیز دست میگیرین و خداوند کمکتان میکنه. کوشش کنین که تا میتونین تلاوت قرآن شریفتان زیاد کنین. اگر روز 1 صفحه میخواندین، کوشش کنین روز 1 سپاره بخونین. هر قدر زیاد بخونین، اونم قدر در پاکی روحتان براتون کمک میشه. در رژیم پاکسازی بدن کوشش میکنین که ترکاری با چیزایی که در جسمتان فایده زیاد داره او رو زیادتر بخورین. عینش در رژیم روحتان، رژیم پاکسازی روحتان کارهای زیاد و خوب میتونین بکنین روزمره. مثلا ذکر زیاد بکنین، وقتی که میگردین بجایزی که گپای بیجا بزنین، گپای که به فایده تان نیست بزنین، ذکر کنین. هر قدر ذکر کنین، استغفار کنین، آنم قدر براتون کمک میشه. در پاکسازی جسمتان کوشش میکنین که از خوردن نمک، بوره، آرد سفید، برنج، مکرونی، مشروبات چی میگن، مشروبات غازدار و گازدار پرهیز کنین. این چیزا رو نمیخواین که نخورین، نه؟ عینش میتونین که در پاکسازی روحتان از چی چیزا پرهیز کنین. از وقت گذرانی های بیجای، از روزتان به فیلم سعی کردن و خواندن گوش کردن و مثلا چیزاییست که فایده نداره براتون، در او چیزا میگذرانین و باید استاپ کنین. اگر اهل غیبت هستین غیبت نکنین. وقتی که میخواین شروع کنین غیبت، اون نقیاتون بیای کنی. من فعلا در
پروسس پاکسازی روح هستم باید من این کارا رو نکنم. یا مثلا که خوار برادرتان که از جنگ هستین، جنگیستین، آشتی کنین. اگر پدر مادرتان نزدیکتان هستن یا دور هستن، بر از نام محبت کنین، یا تلفنی یا هر چی که اونا ضرورت دارن ضرورتایشان برشان مهیا کنین و کوشش کنین که روزمره یک مبلغ کمی را که میتونین پرداخت کنین یک طرف کنین، هر روز ببینین که تا آخر ماه چند میشه. تا آخر ماه اونم پیسه را به دست یک بیچاره که واقعا ضرورت داره به دستش بدین. یا کل عملای نیکی است که در پاکسازی روح ما برای ما کمک میکنه. بیاین وقتا ما در هر چیز زایی میشه یک ماه خدا بتیم بر پاکاری روح ما. اولش ما از خود شروع میکنم. اول جنوری سال نو از امروز شروع ما تا آخر ما من کوشش میکنم که این نمی رقم کارهایی که هست و چیزایی که در وجودم کمبودی دارم از نگاه پاکسازی روحم من اونا رو بکنم. از شما هر کسی که میخواد که این چالش شروع کنه برای یک ماه برای من کامنت بانین و بگوین اگر کسایی که شروع کردن یا این کار کردن و چی فایده ها دیدن ایران بگوین. اگر کسی میخواد که شروع کنه خودش میخوام برای من پرسان کنه یا امروی ما در رابطه باشه بر من مسیج شخصی بکنین. هر جایی که بند ماندین من برایتون کمک میکنم و شما امروی ما کمک کنین. بیاین که یک ماه خود ما برای روح ما بدیم. جسم ما هیچ وقت منتدار نمیشه. هر قدر بخوریم هر قدر بپوشیم بازم ما هیچ چیز نکردیم. بیاین که یک ماه ما برای روح خود کار کنیم. انشالله ببینیم که چی نتیجه میده و انشالله که نتیجه خوب میده و نتیجه بست میده. اگر کسی میخواد شروع کنه لطفاً بر من مسیج بانه. روزتان خوش.